I got a phone call from him last night. من دیشب از او زنگ تلفنی رو قبول کردم. سلام علیکم دوستداران انگلیش کرده. عید سعید رمضان به همه شما مبارک باشد. هموطنان عزیز، همیشه موفق، تن صحت و بردم و خانه آباد باشید. ممنون هستم که بار دیگر با شما در برنامه روزواژه صحبت دارم و تصمیم گرفتیم که سری هر فرصت با شما واژه‌های سر استعمال انگلیسی و افاده آنها در جمله را بررسی کنیم. واژه امروزه فعل to get می باشد و این فعل یکی از فعل‌های سر استفاده ترین و سرمعنا بوده. ما در این ویدیو تنها یک چند معنای آن را شرح خواهیم داد. بیایید با فعل to get در زمانهای حاضره ساده، گذشته ساده و آینده ساده جمله ها می سازیم. زمان حاضره ساده present simple. You get 10 points for each correct answer. You get 10 points for each correct answer. شما برای هر یک جواب درستتان 10 خال میگیرید. جمله دیگر We need to get permission from our boss. We need to get permission from our boss. ما باید از مدیرمون اجازت گیریم. باید گفت که فعل to get در زمانی حاضره در شخص سیوم به شکل gets استفاده می شود. برای مثال I think she gets about $40,000 a year. I think she gets about $40,000 a year. او به فکرم در یک سال قریب $40,000 به دست می آورد. He gets a 50% commission on every item he sells. He gets a 15% commission on every item he sells. او از هر یک اشیایی که می فروشد 15% کارمزد می گیرد. زمان گذشته ساده past simple. من اینجا می خواهم به شما یک قاعده فعل ها رو بگویم. تصریف فعل ها در زمان گذشته ساده به دو شکل صورت گرفته به دو گروه جدا می شود. یکم فعل های درست regular verbs و دوم فعل های نادرست irregular verbs. و فعل های نادرست باشد تغییر شکل می کنند. برای مثال فعل to get در زمان گذشته got استفاده می شود. مثلا She got a lot of presents. She got a lot of presents. او تحفه های بسیار گرفت. We got a letter from Iraj this morning. We got a letter from Iraj this morning. ما این سحر از ایرج مکتوبی را قبول کردیم. I got a few games free when I bought my computer. I got a few games free when I bought my computer. وقتی که کامپیوتری نو خریدم یک چند بازی های رایگان گرفتم. I got a phone call from him last night. I got a phone call from him last night. من دیشب از او زنگ تلفنی را قبول کردم. زمان آینده ساده future simple. باید گفت که پیش از فعل ها در زمان آینده ساده کلمه will گذاشته می شود. I will get your number later. I will get your number later. من دیرتر رقم شما را می گیرم. Sure, I will get my purse. Sure, I will get my purse. بله، همیونم را می گیرم. We hope that he will get what he deserves. We hope that he will get what he deserves. ما آرزو داریم که او چیزی سزاوار بوده‌اش را میگیرد. خوب تماشابینان عزیز، ویدیو اینجا با آخر میرسد. اگر یگان سوال و یگان پیشنهاد دارید حتما در کامنتاری نویسید و آبونه شدن و پخش کردن زنگوله را نیز فراموش نکنید تا که از اولین ها شده از ویدیوهای ما آگاهی پیدا کنید. باقی سلامت باشید.